در اینجا تا 3 سال پیش مال و گاو این مردم نگه داشته میشد. حالا این مکان دیگر از آن ساکنان نیست. مکان نگهداشت مال و گاو در دهه چوبک ناحیه همدان قرار دارد. اکنون آن مال اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است، اما ساکنان همدان تاکنون مال خود میدانند. با خود دیرکتور اگنتی نظیرزاده سبزعلی مراجعت کردیم، هم خطی هم خب دهانی صحبت کردیم در کابینت کاریش. او با ما وعده کرد که ما البته اومده بعد 2 روز این مسئله رو حل میکنیم. بعد وعده کردگی نظیرزاده سبزعلی علاقه 3 سال گذشت. تغییر در سال 2023 بعد بازداشت عیسی خالمدوف با گمان قاچاق مواد مخدر رخ داد. او در همین جا به پرورش چاروا مشغول بوده است. در برابر مال و گاو خود، مال و گاو ساکنان منطقه را نگه می داشت. همه را مقامات به حبس گرفتند. برادران عیسی میگویند که تاکنون نمیدانند که سبب حبس شدن مال و گاو و مکانهای آنها در چیست. ما واقعا خوجایی دهقانی داشتم، کشار داشتم. وقتی که هم تمام مقامات اومد همین چیزا میگه چیزای مدیری سو گفته گرفتنش، نگی چیزای مدیری سو نه، چیزای سال 87 ما فارد کلی دارم تو این چونی چورودوری اومدن مقامات هم چیزای مدیری سو گفته گرفتنش، این با چیزای با مدیری سو داخل دار نیست. بعد سر سود گرفتن هیچ. حالا خانواده خالمدوف ها در ناحیه همدانه میگویند که آنها سرگردانند. این خانواده میخواهد که مال گاوی آنها برگردانده شود. هم اولاد همش مال پرور اومده. ما 2008 دانمی چی سرچوبان بودم. 2008 تا 2023 بعد مقامات اومدن گفتن که همین مدیری سورا دستگیر کردن. ما نمیشه مولی مورا خدای مولی مردم چیزی که همیشه بود همش جمع گرفتن. هم که دعوا کردیم گفتیم که نه بابای علی ای عزت الله ای باید تگه ای هم مومن بود ذکر الله کی عبدالمجید مولیو بود گفتن چیزی مردم ابتین هم خودشون گفتن که چی میکنیم موجی صبح میکنیم بعد میتیم. سود شهر دوشنبه سال 2023 خالمدوف عیسی را 15 سال از آزادی محروم کرد. در پایان حکم گفته می شود که دعواگران به سود عالی مراجعت کنند. خانواده‌اش گفت عیسی در آخر سخنش خواست که مال و گاو ساکنان به صاحبانشان داده شود. همین مال سنگی که در با ما تعلق داشت به خوجگی ما که یگان همین خوجگی ما را آماده در همینجا کوش کردن و وابسته کردن که همه این مال و حالا کشیده گرفتن. هرچندی که ما هم گفت فهموندیم که این با یگان خالمدوف عیسی تعلق نداره. انا کشروی و که ما در اینجا نشان دادیم در پایان علایده است. اما چیزای مثال بانومی خود شاید بانومی اویلا شاید. حالا دعوا سر صدها سر مال میده و کلان می رود. برخی چوپان ها که مالشان را از دست دادند در اگنتی تامینات اموال مخصوص کار کرده ایستادند. همینجا مسکو است قطعی آشنا بودم در مورد مالیو زیاد چی جوش تنگ شد چی دوکه ما خیلی شد اومیم چی یعنی همین مدیر ده جوی خیلی شد و قطعی کار کرد اومیم قطعی همین کار کردیم یک سال یک سال یه کار کردیم که قبیدن چیزای ما رو اومد ایده مقصد گرفت صبحت گرفت در صبحی آمد. برخی چوپان ها ففتیدند و برخی دیگر کار را بس کرده برآمده رفتند. دعوای ما احتمال تو اخیر امروز همینجا کار کرد گو مولش ندادن کسل شده اینجا رفت بالنیسه در غلطید و با جای گو مول شوتن بستش ملیسه و چی بردن ترسوندنش ما نبودیم گذاشتن. ما را همون خودشون گفتن که عادل همدانی دبرین ما مفتش داریم. ما مفتش در رفتیم بیانات دادیم گفتیم که ما نمخلی چورو داریم. در همون جام مراجعت کردیم که ما نمخلی چورو داریم. هفته این هم یک کم بغل این همه سری مگزین دمش نه 3 دانه بز داره با ما را نون میپه 3 دانه بز همون را نگرفتن زاکیر 3 دانه بز همون را نگرفتن که با ما را نون میپزه زنیو. شکایت کنندگان زیادند و همه آنها ادعا دارند که مال گاوی آنها گرفته شده است. طبق یک رویخط شماره آنها به 46 نفر میرسد. رادیوی آزادی برای شنیدن موقع اگنتی تامینات اموال مخصوص نامه زد. از ارسال نامه 1 هفته سپری شد اما از این اداره هیچ پاسخی نآمد. حالا این افراد برای گرفتن مال و گاو خود به دادگاه عالی مراجعت کردند. آنها میخواهند که مال و گاوشان برایشان برگردانده شود. این افراد میگویند که به قانون باور دارند و عدالت پیروز خواهد گشت، اما تا حالا کسی به داد آنها نرسیده است.